سلام بینندگان ارجمند. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و در 15 دقیقه بعدی ما با اتفاق همکاران در پراگ و تاجیکستان شما را با تازه ترین خبر و تحولات روز دوشنبه 24 ایون آشنا میکنیم. نخست با موضوعهای این برنامه شناس شوید. در نتیجه حمله های جداگانه سلاح به دستان به عبادتگاه های نصرانی و یهودی و اداره پلیس داغستان کمش 19 نفر کشته شد. آرامی را حفظ کنید. وضعیت زیر نظر نهادهای دولتی و حفظ حقوق و ترتیبات قرار دارد. هلاکت 3 دختر خاله بچه ها در یک کولی ناحیه همدانی باری دیگر به ضرورت تقویت معیارهای بی‌خطری به هنگام آببازی در آبهای تاجیکستان تاکید میکند. حقوقشناسان بازداشت‌های نمایشکارانه و اقرارهای بدون دادگاهی فالبین‌ها و ملاها را مخالف به قانون‌های کشور می‌دانند. اعتراف اصول احتمالیت بیگناهی پیش از همه از صنعت‌های حقوق بین‌المللی و کنستیتوسیا برمی‌آید. روز یکشنبه در نتیجه حمله گروه سلاح به دست در جمهوری ناآرام داغستان روسیه کمش 19 نفر کشته شد. رهبر این جمهوری قفقاز شمالی میگوید نهادهای قدرتی 6 سلاح به دست حمله‌گر را نابود کردند. رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به رهبر روسیه ولادیمیر پوتین در رابطه با این حمله‌های مرگبار اظهار تسلیت کرده است. آخرین تحولات داغستان در گزارش همکارم شهلای گلخوجه. در نتیجه یک چند حمله جداگانه افراد مسلح به دو کلیسای ارتدوکس نصرانی، کنیسای یهودی و پایگاه‌های پلیس در شهرهای دربند و مخچقلعه جمهوری داغستان روسیه 19 نفر از جمله 15 افسر پلیس و 4 فرد ملکی کشته شده است. حادثه شام 23 ایون به وقوع پیوسته است. به قبل مفتشان وزارت کارهای داخلی روسیه در حمله ها 16 کس دیگر جراحت برداشته به شفاخانه انتقال یافته است. تحقیق حادثه از روی ماده‌های حمله تروریستی، نگهداری غیرقانونی سلاح و ربودن اسلحه جریان دارد. رهبر داغستان سرگئی میلیکوف در شبکه تلگرام خاطر نشان کرد که یکی از قربانی‌ها راهب کلیسای ارتدوکس نصرانی شهر دربند نیکولای 66 ساله بوده است که 40 سال اینجانب در این جمهوری قفقاز شمالی ایفای وظیفه می‌کرد. عملیات اپراتیوی و جستجویی مسئولان این جنایت و شاخه‌های خوابیده این شبکه که از جمله در خارج کشور برای حمله آمادگی گرفتند ادامه می‌کند. می‌خواهم از شما مردم داغستان و مهمانان جمهوری درخواست نمایم که آرامی را حفظ کنید. وضعیت زیر نظر نهادهای دولتی و حفظ حقوق و ترتیبات قرار دارد. با گفته میلیکوف 6 سلاح به دست مسئول حمله ها نیز کشته شده است. روز دوشنبه کمیته ضد ترور روسیه اعلام کرد که عملیات امنیتی صبح 24 ایون خاتمه یافت. تا زمان نشر گزارش هیچ کس یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نوشته است که 3 نفر از سلاح به دستان محو گردیده تشخیص شدند. 2 نفر آنها پسر رئیس ناحیه سرگو قلعه مگومد اوماروف و نفر سوم جیانی او بوده است. فعلا خود اوماروف هم بازداشت شده است. حمله در داغستان 3 ماه بعد حمله تروریستی به کراکو سیتی هال در ولایت مسکو رخ داد. مسئولیت حمله 22 مارت را که بیش از 140 نفر را کشته بر جای گذاشت گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت. 29 اکتبر سال گذشته باشد در فرودگاه مخچقلعه داغستان ازدحام ساکنان محلی به آمدن مسافران از اسرائیل اعتراض بیان کرد. جماعت به خشونت پیچیده اعتراضگران یک مدت فرودگاه را تحت تصرف درآوردند. یگان نفر از مسافران پرواز خط‌سیر تل‌آویو مخچقلعه آسیب نبرداشت ولی بر اثر برخورد اعتراضگران با پلیس کمش 20 نفر جراحت برداشت. کمیته تفتیشاتی روسیه 27 اعتراضگر را به جوابگری جنایی و 400 اشتراکچی دیگر را به جوابگری مأموری کشیده بود. در جنوب تاجیکستان 3 دختر یک خانواده خاله بچه ها در یک کولی محلی غرق شده جان دادند. این خواهران قربانی نوبتی شناوری های بی‌نظارت گردیده فهرست به این هم فاجعه بار مرگ و میر در آبهای تاجیکستان را
زیاد کردند. مقامات میگویند به حساب میانه هر ماه در تاجیکستان کمش 10 نفر در کول و دریاهای محلی جان میدهند. برای پیشگیری از فاجعه های بیشتر، هفته های اخیر کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده، وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختارها در نزد ساحل ها از جمله در دوشنبه، لوچوب، کانال کلان حصار با نورسان صحبت ها برپا میکنند. محمود جان رحمتزاده درباره فاجعه اخیر در ناحیه همدانی گزارش میدهد. 3 دختر نورس در دهه باغستانی ناحیه همدانی روز 22 ایون هنگام آببازی در یکی از کلهای این دهه غرق شده فوتیده اند. یک منبع از ریاست کارهای داخلی منطقه کلاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دختران به خانه بابایشان مهمانی رفته بودند و در کلی واقع در نزد باغ زردآلوی بابایشان غرق شده اند. این منبع از هلاک شده ها گلنازه نظرزاده 15 ساله، دلنازه نظرآور 11 ساله و بصیرت حسین زاده 20 ساله نام برد. حادثه همان روز 20 در نصف روزی می شود. دخترها پای در هم به حوض می دارند. حوض خیلی چقر بوده است. غرق می شوند. چند ساعت بعد ساکنان از قضیه آگاه شده خانواده دخترها را خبردار می کنند. میلیسا هم آگاه شده به جای حادثه رفتند و خلاصه بعد نصف روزی جسد دخترها را از حوض برآوردند. گفت هم صحبتی ما. دهه باغستان به دریای پن نزدیک بوده، کل و حوضهای زیاد دارد و هر فصل گرما مقامات غرق شوی ساکنان را در این منطقه ثبت میکنند. هلاکت 3 دختر در ناحیه همدانی در حالی است که روز 20 ایون ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت که در کمتر از 6 ماه اخیر 40 حالت غرق شوی ساکنان به قید گرفته شده است که بر اثر آنها 17 نابالغ، 12 خردسال تا سن مکتبی و 11 جوان به هلاکت رسیدند. این ریاست همان روز اعلان کرد که از روز 20 سر کرده در ولایت عملیات نجات راه اندازی می شود. حالا طبق اطلاع رسمی در حدود تاجیکستان از اول امسال 66 کس در رود و کلهای جمهوری غرق شده جان باخته‌اند. 36 نفر آنها نورس بودند. در این شب و روز طریق تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی اعلان می شود که مردم از آببازی در منطقه‌های ممنوع خودداری کنند. در شبکه‌های اجتماعی کارمندان میلیسای ولایت ختلان دیده می شود که مانع آببازی کودکان و نورسان در کل و رودخانه‌های خطرناک می شوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت مرحله کنونی مبارزه با حماس که آن را ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی نامیدند در حال انجام یافتن است و اسرائیل اکنون میتواند به سرحدهای شمالیش برای مقابله با گروه جنگی حزب الله لبنان نیرو فرستد. این تحولات میتواند تنشی میان اسرائیل و ایران را که از حزب الله حمایت میکند بیشتر کند، چون وضع امروزه به این هم به حالت جنگ نزدیکتر می شود. نتانیاهو همچنین اشاره کرد که جنگ در غزه به این زودی ها پایان نمی یابد. ماهای آخر در تاجیکستان دوباره پخش برنامه‌های تلویزیونی زیاد شده است که آنها را بازداشت‌های نمایشکارانه فالبین‌ها و روحانیان نامیدن ممکن است. بازداشت شده ها بدون تفتیشات و دادگاه گناه را به گردن می‌گیرند، معذرت خواهی می‌کنند و معلوم نیست که این همه بیانات بی دادگاه زیر چه شرایطی به دست آمده است. از روی قانون گناهکاری انسان را باید دادگاه معین کند، چون نهادی بی‌طرف دانسته می شود. خادمان پلیس کار خود را درست می نامند، حقوق شناسان از ویران شدن قانون می گویند. گزارش ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله در این باره. دامگر و جنبرار، سیرگران و طبیبان خودخواند دوام 2-3 ماه اخیر نشان دادن چنین بازداشت‌های نمایشی از ملاهای به اصطلاح مقامات قلاب و جادوگر بیشتر به نظر می رسد. حقوقدانها با چنین شیوه برگزار کردن بازداشت‌ها را نادرست می حسابند. اعتراف اصول احتمالیت بیگناهی پیش از همه از سندهای حقوق بین المللی و کنستیتوسیا برمی آید. این چنین همچون معیارهای مقرر کننده که اهمیت استراتژی دارد در کودکس مرافعی هم جنایتی و هم شهروندی و مأموری و گراجدنی پیش بینی شده است. از این خاطر شاید از بی‌صلاحیتی یا از کمتر بودن سطح دانش
یا دیگر عامل‌های سوبیکتیوی طوری که من در بالا اشاره کردم بعضی‌ها با استفاده از اصول یک بام و دو هوا به همین گونه غلط و انیخترش خطاگی‌ها راه میدهند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که تهیه‌گران چنین نمایشند آن را درست خواندند. با گفته مسئولان این نهاد نشان دادن این بازداشت‌ها قانونی بوده، حقوق هیچ نفری پایمال نشده است. مقصد برای اصلاح کمبودی دیگر رو برطرف شدن است. یگان قصاص نیست در چهره نشان دادن ندادن. کودکسی هم یگان چیه من نکردگی است. حالتی که نابالغ باشد برای این بد خود بهادی و ناامیدی از زندگی برای بخطری کودک میشود برای کلانسال یگان مانعگی نیست. این یگان پس دادن شأن اعتباری اون نفر نیست. برای که پیشگیری هستی برای مثلا دیگر رو با همین کار مشغول بودن این همچه یک مایه عبرت میشود که هم کار نکنن در حقیقت. در بعضی از این نمایش‌ها بازپرسی، نام و نسب و سراغه بازداشت شده‌ها آورده شده است. معلوم نیست در چه شرایط گمانبران ثبت و از عمل خود اقرار و پشیمان شدند. چاره‌های مجبور کنی از طرف قانونگذاری اساساً به دو مقصد استفاده برده میشن. به مقصد اصلاح شدن شخصی به حقوق ویرانکنی راه می‌دهد یا به مقصد پیشگیری دیگر جنایت‌ها. همه این را همان مقاماتی که به همین کارو سر و کار دارند ممکن که هم منفعت جمعیت رو منفعت جامعه رو به نظر میگیرند و در این حالت عکس میکنند که ممکن که بسیار حالت‌های میشود که ملاها همچون قلابی اعتراف کرده میشد و بسیار شخصان به نزد ویها میروند و قربانی همین قلابی میشن. ممکن به مقصد پیشگیری و آگاه کردن اهل جامعه عکس و شخصای ورا استفاده میبرند. لیکن یک چیز رو باید قید کنیم که چاره های بخشش پرسیدن، یعنی در نزد کامرا و جامعه قانونگذاری چنین جزا رو پیش بینی نکرده است و همین جزاها غیر از جزاهای معمولی همه این طریق سود پیش بینی شده. تشکیل چنین بازداشت‌ها در حالی است که اکثر بازداشت‌ها و مرافعه‌های مهم و پرسر و صدا در تاجیکستان پشت درهای بسته می‌گذرند. و اگر ما در کردار آتون یا ملا علامت‌های جنایت را دیدیم یا قانون ویرانکنی را اعتراف او را نشانداد او را قبلا طریق مطبوعات دوری و واسطه اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذاریم، پس تا که برابری شهروندان در نزد قانون و سود رعایت شود، همچون کفالت کنستیتوسیونی که از ماهیت حقوق بین المللی نیز برمی آید، دیگر نفرانی که جنایت صادر میکنند بگذار وزیر باشد یا در مأموریت رئیس جمهور کار کند یا وکیل باشد یا اعضای مجلس ملی یا اعضای کدام حزب، همین مناسبت را باید استفاده بریم. نظر خود گمانبران و نزدیکانشان به این گونه بازداشت‌ها معلوم نیست. در تاجیکستان تشکیل مرافعه‌های شفاف راه یافتن فعالان و نزدیکان گمانبران به مرافعه‌ها از مشکلی هاست که در گذشته بارها نگرانی‌ها را به میان گذاشته بود. وزارت بهداشت عربستان سعودی روز یکشنبه خبر داد که در مراسم امسال حج بیش از 1300 نفر به هلاکت رسیده است. در صحبت با تلویزیون دولتی وزیر بهداشت سعودی فهد بن عبدالرحمن الجلاجل گفت 83% فوتیدگان حاجیانی بودند که بدون حجت پای پیاده در زیر آفتاب تفسان مسافه های طولانی را طی کردند. مقامات مصر میگویند بیش از نصف حاجیان فوتیده شهروندان این کشور بودند. حکومت مصر مجوز 16 شرکت سیاحی را که شهروندانش را بدون اجازت به حج بردند بکار کردند. طبق اطلاع رسیده امسال در مراسم حج 3 شهروند تاجیکستان نیز وفات کرده اند. و در همین جا برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خدا نگهبان شما.